خیلی که هم کس میگن همیشه اوچه ما گفتم هم بود. قرصکا برای اوچه هر کسی اوچهش دوست می‌دارد برای اوچه قرصکای تاجیکی رفتی کنی؟ حیات فراموش میکنه گپا کوکل کشیده تیفون آبش میکنه گپا کوکل کشیده تیفون آبش میکنه زنگ میزنه زنگ میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه الو میگو لبای نگاه الو نگاه لبای نگاه الو میگو لبای نگاه الو میگو لبای نگاه بیو کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه بیو کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه تلفون بیزن میزنه زنگ میزنه یک نوزنی میبردارن بناز گپ میزنه یک نوزنی میبردارن بناز گپ میزنه وقتی گپا بود میکنه تلفونم بود میکنه وقتی گپا بود میکنه تلفونم بود میکنه و میگو قهرش نکنه و خیلی نگو ای بای نگاه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه موفقی طلب شما یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری ای گپ آورده ها آیاد خبر نداری دینا میگن در ریان بر پاس توی کلان عرق نوشیدن آمان توی را نموده ایران نمان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ و زن و زنی رستمی داستان بودن گفتون با چشم دیدی زنکایم بینا در شهر کرغان بر پوش نرخی روغن بینا در شهر کرغان قیمت نرخی روغن یک کیلو نخدار سود میکند رگی گردن یک نود صد شده یک اشن صد شده
سیب و انگور و انار هزار فرصت چیدن سیب و انگور و انار هزار فرصت چیدن گفتم با چشم دیدی گوی سفری کرم گساله کرد سرم تو با دینم خرید است از بزرگیدم غنم گساله همان زمان خسته خندم شد توبه کردم خدایا آخری زمان شد گفتم با چشم دیدی میگن در زواد بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بود است همراهی میرزا مراد میگن بند است افتیده است پیش ایسرش پرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است گفتم با چشم دیدی دختری بابای نور از خانه شان گرفت است این بابای پیر محمد زنش را جنجال کردند آنچنان جنجال کردند دستی چوبید و کوشه خودش را کشال کردند گفتم با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروسی گیزله رنگی خروس آورده موهاش طوری سر بود زلفاش بر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود او خونه رو نمیبود خداتان رو بد نگود دیگه تبر رو باشد و نوبت شوید نگود دوی جنجال میکرد چند کس ملال میکرد دامنی پیرش را او زده تلال نکرد بدونه لیکم دست دختری کنی سفر همیشه شدید بودن همیشه اشلچی بودن میگن جادوگر بودن میگن افسونگر بودن پول از او خون سوختن یک خون جیگر بودن پول از او خانه سوختن یک خون جیگر بودن گفتم با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. هر سکای شما با بابای پرست. سلامات باشین.